در این خانه خرد اجاره 4 نفر زندگی می کنند. برای محبت و اهل عائلش اینجا مکان زیستی موقتی است. در این محله آنها خانه خودشان را می سازند. محبت پرستار است و وقتی به کار رفتن او هم رسید. معاش ما بلند نیست. مجبور می شویم دویم قرض بگیریم. در نهایت ما منزل زیستی خود را فروختیم و اینجا خانه کلان ساخته ایستادیم که آرزویش را داریم. محبت حالا باید در رخصتی می بود، اما در زمانی که از بیماری کووید 19 آدمان می میرند اون نتوانست که استراحت کند. در محله آنها مسجد را به شفاخانه تبدیل دادند. محبت حاضر شد و ابراز داشت که حاضر است داوطلبانه کمک کند. ساکنان زود جمع شدند و تصمیم گرفتند در اینجا شفاخانه تشکیل کنند. به زودی کتها و رخت خواب هم آوردند. من تصمیم گرفتم یاری رسانم. همه اشیای ضروری را ساکنان خریدند. وقتی درباره اقدام ساکنان محل در شبکه‌های اجتماعی نوشتند، یاری‌های بشردوستانه از هر گوشه به اینجا رسید. این خیل راه اکسیژن را می‌گشاییم. بعداً این نیچه ها را به بیمار می‌دهیم. چند روز باز کت‌های این شفاخانه خالی است. 2 هفته پیش طبیبان از نزد بستر یک بیمار به بیماری دیگر می‌دویدند. طول این روزها 6 طبیب با نوبت در این مسجد بیماران را معالجه کردند. یک دکتر و یک پرستار را مقامات محلی به اینجا فرستادند. باقی طبیبان ساکنان خودی بریمدق هستند که داوطلبانه به شفاخانه آمده و روز تا 12 ساعت کار میکنند. در آغاز کسی درباره مزد کار فکر نمیکرد، چون جان انسانها را باید نجات میدادند. چند روز پیش مقامات گفتند که به طبیبانی که کار کردند $120 معاش میدهند. محبت از این مزد راضی است. فعالان مدنی هم تصمیم گرفتند قسمی از مبلغ‌های کمک را به طبیبان بدهند.